سلام، این ملودی 6 سالشه. دوستشم دارید؟ آره. باز امروز میخوایم براتون سیمی نخاطی درست کنیم. باید دوستانی و میباید به خاله را ببریم برای خاله را. آره ملال لاسه ملال لاسه میشه یه بار دیگه بگی؟ ملال لاسه هم بگو ملال لاسه. هر دفعه یه چیز بگین. آره مواد لازم چیه؟ تایه 120 گرم آب لاها 100 گرم بوده 20 گرم. این چیه ملودی؟ زعفران زعفران. زعفران هل. هل بسازیم عملتر میشیم بوتقن رو میشیم بزن آره عملتر بشقابو بردار. ملودی بشقابو بردار. ملودی بشقابو کامل بردار. آفرین همه رو بریز تو ظرف. همه رو بریز. آفرین کمکش کن. بزرگ. آفرین. خب حالا باید پودرقند رو بریزیم روش کامل با هم قاطیش کنیم. باشا بگیر شا همه رو بریزه. آره همه رو بریز. دستتو بگیر پایین ملودی. آفرین. دستتو بگیر پایین مامان. رفت توی گلو. نداره مامان چیزی نیست. لطفاً چیزی بده. من یه دوباره توی گلو. حالا اون کره رو با پودرقند باید کامل قاطی کنیم. آفرین ملودی آفرین. من یاد گرفتم. بذار یه ذره انجام بده دستتو هم میرسیم. ای وای یامون رفت پیشبند ببندیم. میخوایم ببندیم؟ آره ملودی تو هم پیشبند میخوای؟ آره خب فعلا کارتون انجام بدیم. بابا بیا مامان وقتش دارم. من نگه بابا بخواه ایزی خوبه مرده ممالو وقتی ممالو تو اضافه میکنیم خب من بریزم دو تایی بریز ملودی اون چیه؟ زعفران ایزیه باش من هم سم هست همه آره همه باش ماما کی بشه خب هلم بریز. بعدش همیش میزنیم. زعفرون رو از کی خریدیم؟ دوست دایفشین خرید. اسمش چیه؟ نمیدونم. آقای فردین که دوست دایفشینه؟ آره بهش بگو خیلی زعفروناتون خوبه. خیلی زعفرانتون خوبه. مرسی. ماما بعدش همیش میزنیم. همیش بزن آفرین. ملودی هلم اضافه کن تو. اون هلم اضافه کن. باش. بیرون نریزیش لطفاً. باش. آفرین. کارتون خیلی خوبه. بعدش همیش میزنیم. آفرین. خیلی زیاده. خوب باید با هم قاطیش کنیم. با هم دیگه آتیش کنیم؟ آره. مثل اوتمه؟ آره. باشه. من مثل اوسی بوده؟ من این بوه خب بوه هویشه. هویش؟ نه بوه هویشه نمیدونم منظورت چیه؟ بوه هویش نمیده ما میده. هویش صدا هم داره؟ یه صداش؟ میگه
من خرگوشم. هویج میگه من خرگوشم. نگاه کنید من دامن شب سوالی دارم که ما میریم. من خرگوشم. تو خرگوشی؟ نه من هویجم. هویج میگه من هویجم. نه من هویجای سمت شما اینجوریه. باشه هم من بگی. خب ما میخوایم ماساژش بدیم. خب ولی قشنگ خب که چیز بشه که خمی بشه. خب کارت انجام بده بعد از صبح کار. آفرین. لبخند. میدونی چیه؟ نه من گوه ها بدم. چی؟ میدی گوه اصلا. خب من دوست درسه میخونم. گوه اصلا. ببخشید. گوه قسنده به شابود مون به سیبی داره به شاباتی خوش داره خیلی شیشه بوده خیلی دوبته آسه. آفرین. ممنون از ملودی برای شعر گربه. حالا اینو دست ما میشه توی پستا. مامان خمی رو ماساژ داده قابل ماساژ کرده. خب حالا باید قالب بزنیم. حالا باید قابل بزنیم. چی بزنیم؟ قابل. قالب. آفرین. خب قالب بزنیم. نصف میای مرتب بره من میکنم. ببینم دفعه. ماما دوباره من خنده. آره. کامل. خب سعی کن قالب بکشیش. اشکال نداره. بکشش کرد. اب نداره یکی دیگه. اصلا اشکال نداره. بذار من بهت کمک کنم. خوبه؟ اونم خوبه. آفرین. نوبت منه. لبخند. اگه ما کاری رو بلد نباشیم اشکال داره؟ اشکال نداره. باید چی کار کنیم؟ باید تلاش کنیم. تلاش کنیم تا یاد بگیریم. ماما آفرین ملودی. باشه. آفرین. کشش کنار. ملودی سینی رو براش بگیر. آفرین. تلاش کنیم یاد بگیریم. همه قابل سدیم بعد میشه توی په منو بخون من دکمه ما بازر داشت دکمه میخواه بستنیم دبه سیشنویه و کنم خب میخواین امتحانش کنیم؟ بله که بذارین از گلوتون بره پایین. بعد به نظرتون زندای ناهید خوب میپزه یا شما دوتا؟ من ملودی از زندای ناهید هم بهتر درست میکنی. واقعا؟ بای بای. خیلی خوشمزه بود. شما این کار بکنید. خیلی میترسم. خداحافظ. خدا نگهدار.